کلنز هستم و امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید. ببین خیلی عجیبه و خیلی کمیاب اینجور چیزا. خب آقا، اولین تگ بازی و اولین اکانت در کلش آف کلنز رو می‌ذاریم با هم ببینیم. اینا میایم اینجا. آقا کلنم زدم، سم بار بگم تو کامنت ها گذاشتم بیاین، لطفا بیاین. این 3 نفرم این اکانت های منه. آقا تگ اینها نکن. به انگلیسی می نویسی دو به انگلیسی، بعدش بزرگ پی بزرگ 2 تا میذاریش جلوش. این اولین تگ بازی و اولین اکانت بازی کلش آف کلنزه. اولین تگ بازی یه کلش آف کلنز. خب اینه آقا. تانحال 8 تانحال 8 قهرمان نداره. خب اینا شاه بربر نداره، ملکه کماندار نداره. بعد اسکلت 2 ستاره های جنگ برنده شده نداره. خب این بود از این ویدیو. نه ادامهش هم داریم داداش. لول 57 از من بزرگه. من لولم 49، 8 مکسم، بربر 4م، لولم 49، این 57. خب از اونجاش یه چیز دیگه آقا. مگه میخوام رو راست باشم باهاتون. مگه میخوای بری تانحال بعدی؟ برای اینکه بری تانحال بعدی باید تمام وسایل هایی که تو تانحال جدید اومده اونا رو همشو بذاری، بعد بری تانحال بعد. خب درسته؟ این تالار قهرمان تو تانحال 7 نذاشته، پس چجوری اومده تانحال 8؟ متوجه شدین چی میگم؟ این چجوری اومده تانحال 8؟ یه بازدم کنیم ازش. نگاه کن. یا خدا حاجی کانتو اینا چیه؟ سپرایز 7مین تولد، کیک تولد 8 سالگی. کیک تولد 9 سالگی 8. درخت کلش کریسمس 2023. درخت کلش کریسمس 2019. حاجی پشمام 2020. 2021 2014. حاجی ای کانتو تالارم نداره. این چجور اومده تانحال 8؟ تانحال 7 باید میذاشت. آقا بریم برای کلنش هم اینجا براتون میذارم. قبایل، جستجوی قبیله ها. اینم میذارم پی. اینم اولین کلن فکر کنم دیگه. آره میگن که این اولین کلن تو بازی کلش آف کلنز. بزرگ جستجو. خب مشاهده. آقا تگشو میخواستم من، اسمشو آورد.
تگ کلن از کجا بذارم؟ از کجا بزنم؟ آها یه دونه هشتگ بذاریم جلوش. شاد آورد. هشتگ این دو پی اینهاش پیداش کردم. این خودشه آقا. این اولین کلن بازی کلش آف کلنزه و اولین اکانتم که با تگ این حاجی این اولین اکانته. اولین میگم اکانت حاجی قاطی کردم پشمام ریخت. اولین تگ کلن بازی کلش آف کلنزه و این دیگه تو داشت میری. آها اینم اولین اکانت تگ اولین اکانت کلش آف کلنز. آقا این بود از این ویدیو. بچا چند بار بگم کلنم زدم بیان تگ کلنم براتون اینجی براتون میذارم. آقا به قبیله. آها یه نفر اومد بچه ها. این دیگه دوستان تا یه ویدیو دیگه فعلا لایک کامنت ساب یادتون نره. آقا خیلی عجیب بود. اگه باورم نمیکنین تگ این کلم و این اکانت رو زیر این ویدیو براتون میذارم تو کامنت اول. خب این بود از این ویدیو تا ویدیو دیگه فعلا.